سلام دوستان. خون یکی از مهمترین بخش‌های بدن انسان است. خون اکسیژن و مواد غذایی را به تمام اعضای بدن می‌رساند و مواد زائد را از بدن خارج می‌کند. خون از 4 بخش اصلی تشکیل شده است: گلبولهای سرخ، گلبولهای سفید، پلاکت‌ها و پلاسما. همچنین خون دارای 4 گروه اصلی است: A، B، AB و O. کمبود آهن، تغذیه نامناسب و بعضی بیماری‌ها می‌توانند باعث ضعف و کمخونی شوند. برای داشتن خون سالم، غذاهای سرشار از آهن مانند اسفناج، عدس، گوشت و میوه‌های دارای ویتامین C مصرف کنید. نوشیدن آب کافی و ورزش منظم نیز به سلامت خون کمک می‌کند. خون سالم، انرژی بیشتر و بدن قوی‌تر را به همراه دارد. از تماشای این ویدئو سپاسگزاریم. برای دریافت معلومات صحیح بیشتر، کانال ما را سابسکرایب کنید. سپاس.